روزهای فرهنگی بدخشان به ما خیلی مقبول شد. ما با والنتیرها به این برنامه به این یارمارک برآمدیم. بسیار یارمارکی جالب و دقیقی دیدنی. بله. شما یکان بار در بدخشان بودید؟ نه نبودم. نبودید. دیده تماشا کردیم و با خاطر دوم باید که بعد از یارمارک میخریم سمی. خوب. شما یکان بار در بدخشان بودید؟ نه گم نرفتیم. و میدونید که در کجای تاجیکستان جایگیر است؟ نه دورند کنه دوشنبه دور. میدونید که به چی زبان گم میزنند؟ بدخشانی. بله زبان خاص خودشان هم خاص خودشان که نگاه میزنن. خوبه. خوب. نمیفهمیم. کم میفهمیم. راستی بدخشان برای من یکی از چنان که میگویند دروازه طلایی تاجیکستان به حساب میرود. خیلی هم بدخشان را دوست می‌دارم و فرهنگ، صنعت و از دید چیزهایی که آنها طرز رفتارشان و خیلی بهره‌مند هستم. در اینجا من درباره هر گونه آبی سرایست که در جهان مشهور است از آن دیدار نمودم. درباره بسیار دانشگاهی شهر خارو، پس از آن درباره صنعت و طرز لباسپوشی آنها معلوماتی زیاده گرفتم. سروش شما بار در بدخشان بودید؟ بله، من همگی 2 بار در بدخشان بودم، در شهر خارو. آنجا هنگامی که اول شخص به شهر خارو می‌دراید، البته آنجا را طبیعت زیبا منظر پامیر کس را هوسمند می‌گرداند و آنجا به من خیلی هم پسند آمد. گرچه که من در آنجا 3 روز بودم ولی می‌خواستم که در آنجا طول چند مدت بمانم. من امروز در نمایشگاه ویستاپی هفته بدخشان دیدن بودم و در اینجا به من خیلی پسند آمد و من از اینجا درباره فرهنگ، درباره طرز لباسپوشی، طرز خوراکی ولایت بدخشان دیدن بودم و من خیلی پسند آمد.